این جانب ساتوان سوم مصطفی لقمانی، افسر پلیس مملکت جمهوری به ظاهر اسلامی، الان چند دقیقه هست پیامک وارزی حقوق آذر ماه هم دریافت کردم. مبلغ دریافتی حقوق بنده با 3 فرزند که هر 3 فرزندم محصل هستن شده مبلغش 23 میلیون و 900 و خورده ای و بنده مستاجر هستم، ساکن شهرستان میناب استان هرمزگان هستم و محل کار بندر عباس. باید هر روز این مسیر رو طی بکنم، برم بیام هر سری رفت و برگشتم 500 تا 600 هزار تومان باید کرایه بدم و اکنون تقاضا دارم از ملت شیپرور یک کلیه‌ای دارم، کلیه هم سالمه، میخوام کلیه رو بفروشم. هر کی خریداره به این شماره کارت که الان میخونم خدمتتون، آقای خامنه ای، آقایون مسئولین، آقایونی که دارید حکومت میکنید و از حکومت لذت میبرید، صبر نیروهای مسلح، صبر پرسنل، صبر همکاری ما یه اندازه‌ای داره. از تمام همکارا بالاخره مشکل دارن و همه یا فوش میدن یا بد و بیرا میگن، نفرین میکنن، هزار کار دیگه میکنن. ولی خب میترسن مثلا مثل من کلیپی منتشر بکنن، ولی من چیزی برای از دست دادن ندارم و این کلیپ رو منتشر میکنم. انشالله برسه به دست آقای خامنه ای مقام عضو.